سلام برای بچه، حالتون چطوره؟ آقا امروز اومدیم یه کلیپ معرفی از خودم براتون بگیرم، یه معرفی ریز بریم و دیگه حالا کلیپ رو جمع کنیم، یه جوری با یه دست دو دست گیم بزنیم. و اینکه شاید بگین دیره یکم برای این معرفی، آقا دیگه یه دفعه ای شد گفتم بیام کلیپ ها بگیرم. این اکانت هم از یکی از بچه ها و همکارا خودم گرفتم، انشالله قراره اکانت خودم بشه و اینکه کلیپ های جدید رو با همین اکانت میگیریم. و گفتم لازم دیدم که فعلا یه معرفی ریز برم برای دوستان عزیز چنل یوتیوب. بچه من اسمم محمده، 19 سالمه و اینکه حدوداً 5 سال نشده، ولی آره حدوداً فکر کنم 5 ساله که دارم داخل روبیکا و حالا واتساپ و تلگرام هم هست فعالیت میکنم در عرصه خرید و فروش اکانت، سفارش جیم یا هر چیزی که مربوط به بازی‌های اینترنتی بشه. و اینکه اسم شاپمون تراست هست، تراس شاپ، و اسم خودم محمده. خیلی ها تراس صدا میکنن، خیلی ها محمد صدا میکنن، حالا شما میتونید هرچی که خودتون راحتین صدا کنین. و اومدم امروز این اکانت یه رشونه ریزی بدم و بریم یه دست گیم بزنیم. یکی از اکانت خوشگلیه که تو این چند وقته آوردم. این اکانت حدوداً 9 تا لولی داره، حدوداً نه 9 تا لولی داره که 4 تاش مکسه و 5 تاش، 3 تاش هم 5 و اون 2 تاش تخمیه لولش. بریم یه نگاهی بهش بکنیم. اینم که دلول مارمزونه فکر کنم، بنازم عجب دلول گنگیه. ولی خب یه چیزی هم هست، من الان بین انتخاب این دلول دوباره رفت روش، دوباره چرا یه مشکلی که هست. آره الان بین انتخاب این دلول و دلول وان پاچمن موندم. خودم خیلی از این خوشم میاد، ولی حالا با جفتش یه گیمی میزنیم، فیلمش هم داخل همین حالا فیلم میذاریم باش. اکانت فول اینکوه، بریم از این قسمت نشون بدیم. اکانت خیلی این انفوراشه، انفور گردونه اگه اشتباه نکنم، آره انفور گردونه، انفور وان پاچمن. فقط حیف اسنایپ وان پاچمن رو نداره، دلولش داره، انفورش داره، اسنایپش نداره. اگه اسنایپش داشت چه چیز حقی میشد. ایکیش مکس، اسکارش مکس، گروزاش لول 1، ایکس ام 8ش هم که خدا وکیلی من با این بهتر میزنم تا ایکس ام 8 لول 5ش. اینم که دیگه چیز خاصی نیست. ای 90ش بعدیش نی تخمی، من بگم بعدیش نی چیه. دوباره یه اینکو آخر، اینجام دوباره فکر کنم این اینکو آخر بود اگه اشتباه نکنم، اگه آخرم نبود سوم بود، نمیدونم، داخل کامنت ها بهم بگین بچه. و اسنایپ اینجاش ریده، حالا این اسنایپ بعدیش نیست. این چه اسنایپ؟ همینه، بعدیش نیست. اس ویدیاش تخمیه، خیلی تخمیه. و اینکه وود بکرش اوکیه، برای گیم که اوکیه. و اینم که AC80 پشما، من اسم اینو نمیدونستم، چه این خوشگله. اینو که آورد تو گیم. و اینکه اکانت، حالا ما به این میگیم سطحی، اگه شما چیز دیگه میگین نمیدونم. اکانت خام گرفته شده و این چیزا روش گرفته شده، یعنی فکر کنم نصفی از این چیزایی که الان داخل این ویدیو میذاریم و تو این 2-3 ماهه گرفته طرف رو این اکانت. پرایمش هم 7، خیلی جم خورده رو این اکانت. اینم که اینکوه، یو ام پیش هم 5، یو ام پی کارتونی من بیشتر باش حال میکنم. یه چیز باحال، سرور تایلند که من یه اکانت ساکورا روش داشتم، چون اونجا ارزونه، حالا نه این بگین مایه داریه، به خدا سرور تایلند ساکوراش ارزونه. این یو ام پی داخلش اینکو اول بود، ولی داخل سرور خودمون خاور اینکو آخر بود. این یو ام پی نمیدونم هم چرا ام پی 5 بشه. اینم که دوباره مکس، نازیشم اینه، به نازم حاجی. من از این ام پی هم خیلی خوشم بیاد، ام پی فیروزه. اینم که مال کتابه فکر کنم، چش این شکلی شده. اینم مال کتاب بود. اینم که اینو نمیدونم کی آورد حاجی، اینو یادم نمیاد کی آورد تو گیم. ام 10 هم که مکس، دلولم که 2 تا مارم زون داره، وان پاچمنو داره و دلول بنفش.
بذار من با ما رمزونه اول بذارم، برم یه گیم باش بزنم، بعد یه تست بکنم. دوباره یه این کو آخرا، این کو اول داره. دیگه چی داره؟ اکانت خوشگلیه. قیمتش هم فکر کنم حدوداً رو 17 تومن پامن در اومد این اکانت. 3 تا مشت داره که مشت بویاهش از همه بهتره، ولی خب من برای اینکه گیمم لگ نزنه مشت نمیذارم. اسکین یخاش خیلی اشکله. پشمام چرا اینجوری گفتم؟ اسکین یخاش خیلی گاده. بزنم اسکین یخ قدیمی چی داره؟ اینو کی آورد؟ مال زمان ناروتوه. اسکین یخ قدیمی هیچی نداره مگه میشه؟ البته هنوز نرسیدیم به تهش. چرا یه چیزایی داره اسکین یخ. اوکیه، یخاش هم اوکیه. البته ما که اصلا یه آخریا رو نمیذاشتیم، ولی خب بندیت دوباره، بندیت آبی، بندیت قرمز نمونی، دینوم نئونی فکر کنم بهش میگن اگه اشتباه نکنم. حاجی من اینو اولین باری که اومد تو گیم با یه دونه اسپین 9 تایی بود فکر کنم، نه اون سایتی بود، آره یه اسپین 19 تایی بود فکر کنم، اینو در آوردم. بعد فکر کردم که پوسترشه به من داده، بعد نگو اصلا پوستر نداشت. همین وقتی میداد به آدم انگار پوستر بود. من پشمام ریخته بود. اکانت شلوار فوله، برزیلی آبی، برزیلی قرمز، برزیلی زرد و هری که خودم عاشق هریم. حالا برزیل زنوناشو که اصلا حساب نمی کنیم. اکانت 776 تا ست داره، 541 شلوار داره و حدود چند تا 440 تا هم کلا داره. بریم یه ست گاد بزنیم باش. ست گاد که نمیشه گفت، ولی خب فانتوم بذاریم ببینیم. مومستری ریش سیبیل. حاجی من از این صورت خیلی خوشم میاد، خیلی چیز حقی میشه، ولی خب اگه ریش سیبیل داره آره این بهتره. خب بریم ستاشو نگاه کنیم. آقا سه تا ست لولی داره: بویا، کوبرا، رمپیج. سه تا از گاداشو داره خدا وکیلی، از قدیمی ها. یعنی فکر کنم این سه تا آره دیگه، این سه تا اولیا بودن لولیا که اومده. آره و الیت سوشی، الیت اژدها، الیت نینجا، نمیدونم الیت شیمیایی. بویاه پساش فوله، هر بویاه پسا فکر کنم گرفته باشه. این کو آخر داره فکر کنم، آره دوتا این کو آخر اینجا داره. این تو سرور ما این کو آخر بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم. آره ست خیلی خوشگلی هم هست. این کو آخراش هم تکمیله، ولی بذارم حالا نه ولش، آخر کار ست میزنم. این کو آخراش تکمیله. الیت روح، الیت چرخدنده اگه اشتباه نکنم، نمیدونم یادم دقیق نمیاد الیت چرخدنده است یا نه. و اینکه ببینم دیگه چیا داره. اینم که الیتا بود که من اون زمان که شاپمو از واتساپ آوردم داخل روبیکا، اولین الیتی که اومد این بود. نمیدونم حالا مال چه سالی بود دقیق یادم نمیاد. این الیتاش الیت کفش به این میگن. آجی این الیت خیلی خوشگله، ولی یه حس اوبی بودن به آدم دست میده وقتی میذاردش. انگار زنونه است. من نمیدونم چرا این ستا این شکلی درست کردن. البرفی سوراج این ست خیلی گادیه. اینم ست همینیه که ماسکشو گذاشته بودم. اسم ستا رو نمیدونم چرا من یادم رفته همه رو. الیت مصر، حاجی من عاشق این الیتم. ابهت داره اصلا این الیت، بنازم دیگه. این الیت روباهه یا اینکو روباهه؟ روباه الیت بود یا اینکو یادم نیست. آره اینم دوباره این کوشه دوتا داشت انگار، از این زردش هم داشت نمیدونم. این ستاشه الیت کابویی، الیت شیطان. کابویی کلاشه بذارم نظرتونه؟ نه خوشم نمیاد دیگه. ست چیا داره این پایین؟ بریم هرچی میریم پایین تر ستاش داغون تر دیگه داره میشه. این آفر بود فکر کنم اون زمان آورده بود. آره این آفر بود. و بذار ببینم ست دیگه چی داره. این کابویی رایگان است که میداد فکر کنم اگه اشتباه نکنم. آره بنازم آقا. تنها انیمه ای که من نشستم تو کل عمرم دیدم همین وان پاچمن بود. همینم بهترین ستاشو تو گیم آورده. این شاگرد استاد سایتاما بود فکر کنم. تو گیم تو انیمه که بهش گفتم استاد سایتاما، حالا نمیدونم اینجا چی بهش میگن اسم ستش، ولی ما بهش میگیم ست سایتاما. و جوکر این کو آخر اگه اشتباه نکنم. این جوکر
دیگه ست ببینم چیا داره. ستاش الان رسید فقط به لباس رایگانای الیتا. ببینیم اکانت این پایین چیز گادی داره چیزی یا نه. فکر کنم این مال هیپ هاپ بود اگه اشتباه نکنم. این ستاره آقا ما آخرش نفهمیدیم اینا رایگان میداد، نمیدونم جمی بود چی بود قضیهش چیه اینقدر پایین گذاشته. ست خیلی گادی هم از خدا وکیلی. این دیگه چه ست کسشریه. ببینم چیز دیگه ای هست. حاجی یه زمان مود شده بود با این کلیپ میگرفتن، یادش بخیر. پشمام. یس نمیدونم چی نوشته روش، ولش کن. خب آقا بریم فانتومو بذاریم. شلوار که هری. حاجی من از این کتونی سفید خیلی خوشم میاد. نمیدونم فکر کنم خزش کرد ولی بازم ازش خیلی خوشم میاد، چیز گادیه. بریم دنساره ببینیم و اینا. دنس دو نفر، این دنس دو نفر هست اگه اشتباه، آره این دنس دو نفرشه. این دنس همگانیشه اگه اشتباه نکنم، آره اکثرا این دنس همگانیه دیگه. دنس مکس 4 تا مکسشه، پرچم و صندلی. دنس این که دنس سنگ کاغذ قیچیه اگه اشتباه نکنم، آره دنس سنگ کاغذ قیچیه ولی این دنس ست لولیاس. پشما دنساش اوکیه. انشالله میشد همه دنسا رو تو گیم گذاشت. بنازم کشمیر بود اگه اشتباه نکنم این دنسه. 111 تا دنس داره این اکانت. 7 تا ورود به اسکواد. یکی از یکی خوشگل تر. حاجی من عاشق این ورود به اسکواد این اکانتم. اینا نمیدونم کی آورد ولی عجب چیز گادیه. اینم که مال رمپیجه. اینم کنم زمانی آورد این دنسا که ست تون در آورده بود وارد گیم کرده بود اژدهای. اون زمان من اینا یادمه گرفتم، حالا اگه قبلش یا بعدش بازم آورده نمیدونم ولی یادمه زمانی که تون در اومده بود این اومد. اینم که اسب مال زمان چی بود چیزش اومد، دلول مارمزون که اومد انگار اینم اومده بود اون زمان. اینا نمیدونم چیه. اینم که مال بویاهه. تو سرورای دیگه من دیده بودم که دنس ورود داخل گیم میزدن، همین دنس ها دقیقه چالش بود، همین دنس ها میزد بعد در به در یارو میمد ایم اینا خط بگیره یارو میپرید وانشو میزد، یه همچین چیزی اگه میشد تو سرور ما یه همچین حرکتی زد چیز گادی میشد. اینم که کبرای گاد. بزنم این چی بود. آهان فهمیدم مال ست زمان کریسمس فکر کنم اینو آورده بود یه حدوداً یه سال 2 سال پیش. اینم که تغییر ست رمپیجه. ببینیم دیگه چیا داره این اکانت. کیفاشه. آجی من یه چیزی فکر کنم حدوداً 2 سال پیش فهمیدم آقا این کیفا که قرمزه اون زمان جا انمیا به ما نشون میداد. آقا من گفتم خدایا چرا مثلا نیم ساعت دارم گیم میزنم این تکون نمیخوره تا یکی میاد پیشم اینا شروع میکنه به حرکت کردن. نگو وقتی اینا شروع به حرکت میکرد این تیر میزد، نمیدونم این دست میکرد تو سکاشه میخوره، این بال میزد، نگو انمی برامون بوده ما نمیدونستیم. بعد فهمیدیم 6 تا اسکیت اسکواد داره که انگار بچه‌ها میگن این خاص شده با جم آورده ولی من خودم اینو خیلی دوستش دارم. اینم بدیش نیست. اینم که مال کتابه فکر کنم. با این حال نمی کنم نمیدونم چرا یه حس خز بودنی بهم دست میده ولی خب به هر حال داره دیگه. مکلورن بنازم. حاجی یه زمان یه ماشین دیگه داخل گیم بود الان فکر کنم برداشته، اسکینش هیچکی نداشت، شاید هم اصلا اسکین نداشت چون همون موقعم که تو گیم بود اینجا نمی آوردش نمیدونم چرا. و دیگه چی هست. اینم که لامبورگینی جدید اومده بود دوباره. مکلورن
ولی خب این از همه گادتره دیگه، زیاد سر در نمیارم از این چیزاش. 14 تا سنگ داره بنازم و اینم چیز تخمیاشه، اسمشو یادم رفته. کیفو برداریم آقا، من کیف رو کمرم باشه نمیتونم پلی بدم. بریم آقا دلولا تست بزنیم تو گیم، بریم ببینیم دلول تو گیم چطوری میخوره، بعد بیایم یه تغییر ریزی داخلش بدیم.